شما رئیس درباره یک چیز صحبت کرده در دوام صحبت درباره انمو گرسنگی ها گفت زدید که با وجه در ولایت کلوب سابق بود. ما میدونیم که همین در پس منظری همون سنگرهای صنعی یا که بلاکاد اقتصادی گرفتنی کلوب از سوی حکومت مراسای ملی وقت یا که اپوزیسیون میگن صورت گرفته بود. همون روزها نهایت دهشتناک بودن. یک به خاطر نمیارید که مردم چی گونه راست چی کارها میکرد. شما قید کردید که حتی کودکای خود را به فروش مانده بودن برای نان. این اصولا را خوبش که باید نیاره. چیکارا برای درس عبرت دیگر رو باشه چیکارا را نکردیم چیکارا را مردم نکرد برای زنده ماندن شد. همین خواجگی ما همه میدونن که ایروپورت شهر کلوب در تریتوری خواجگی ما همین فرودگاه در تریتوری خواجگی ما 250 هکتار زمین ما را جدا کردیم فرودگاه کردیم و همه رفت و آمد و واسطه دیگر راه محکم شده بود. همه فرودگاه بود که اینجا ما گوشت بعضی چیز روی میکردیم لیل نوبود از لیل نوبود سمالوت و خط ارد میوردن برای ما برای نفر یا گریزوی کرونتیپه را در همه قشلاخ ما هزارات 7 من میکنیم نوبت میگرفتن و واسطه سمالوت اینجا میپریدن میرفتن لیل نوبود و گریزو ایوسن سمالوتو مودا ارد میوردن برای که حکومت مراسای ملی گفته که خطون همون دوره دا روی ارجنیزو بود یوان اینجا کرونتیپره برای کلوب بستن یگانه روی هوایی مونده بود هوایی دیگر روی زمینی نبود همون هم طرف لیل نوبود و تمام طرف سوق لیل نوبود دوره همون مونده بود و همه را ما زنده دیدگیم که چخیل ما هم مردم ها رو گریزو را به نام تامین کردن چخیل یک مردم خلق کلوب یا نولانوش با ما تقسیم کرد دادن خوردن همه را در شوق گرفته مثل سیل کردن همه چیز آب دیده ریخته همه را ما دیدگیم خدا و روزا را دیگه بسر یگان ملت بسر یگان آدم نیارد حضور باید 1000 مرتبه شکرانه تنجی امانی شکرانه همین سردار دولت شکرانه همین وطنی که در حقیقت بهشته در حقیقت کسی که نمیفهمه بود و هوای تاجیکستان کسی که نعمت های تاجیکستان نمیفهمه کسی که همین آزادی شخصی حال ما را میگن آزادی که در ما است در کجاه در یک قشلاق 3000 اویله دارد اکثریتش دروازه ندارد درش کشوده در دیگه جا برابین یا یک خانه حضور 20 اتاجه 18 اتاجه شده همه یک دیگر میشنوشد در بعضی دولت ها در یک پدیه زندگی میکنن همسایش نمیشنوشد درش نمیکشوید این تنجی امانی این شکرانه همین دولت کسی نکنه خدا میزنش درست است. همین رئیس در همون برای همون سالها صحبت کرده اومدیم همون در اول ما میدونیم که محض خلق کلوب خیست حکومت کنستیتوسیونی رو برقرار کرد و در اطراف سرور دولت جمع آمد و اما یک دوران هم در همین باید شد در سالهای 92-93 ببیجا دوره قماندان سالاری یک انارخیا با میان اومده بود همون قماندان هایی که در همون سالا بودن مثلا سرآغاز سنگک سفرов بعد قربانی چالو بعد دیگر همون دوره چی دوره بود شما که در این داخل بودید ما خطی همه سر کار داریم داشتیم همه از سردار دولت سر کرد همون روزا کلوب دا آمدن ما بعد رفتن ما یک چیز در تلویزیوری سال 92 حضور این که پاکی گفتی بایدم زد مورا مرزا علیف رئیس ولایت بود بله ولایت کلوب ولایت خرانده قربانوف گفتنی یک قوم سماول بود
فرونتپا در رئیس اوبلسپالکومش کردم بعدی قدردیم بوده و پیشایی بود انا خب بعد دقت قدرترین اسلانوف بعد. بعد مرگ وی این قربانم فرمانده نه پوزیتیو نه هستم در من میدونم او را بسیار بچه نغزه ما هم رو رفت آمد داریم اولادان خونهاشون میریم نه یک پرزیدنت رحمان آبیوش بود موی بعد موی مایی که میدان مردم رفتن ایول چشید یکم سفر خوری پرزیدنت ایران رفت بعد از ایران برگشته همه همی بعد که میدان رفتن جنگ جلو که سخت گرفته شد پرزیدنت نبیوف گفته ما پرزیدنت رحمان نبیوف میگم یکم سفر کوریش بعد پرزیدنتی ایران رفته اومده همه استرکتور و ولایت را جمع کرده اکتیو را در 10 یک مجلس کلان گذراند